چون چون که در درس پیش آخرین درس یعنی ویژوال بیسیک دا گفته بودیم اویدی C++ یا اینکه HTML صحبت کنیم. خب در این درس باشه ما 10 درسی HTML سر میکنیم. علاقه دو زبانی برنامه‌سازی را گذاشتیم، بعدا HTML میگذاریم، بعد اون از باشه یا هم HTML دوام میتیم یا که نباشه زبان C++ میگذاریم. خب هرچند که نباشه برای HTML کار کردن یکم درس شناسایی میشود. شما در یگان زبانی برنامه‌سازی در کار نیست بگیم. و هر حال HTML ما میتونیم حتی در یک بلاکنوتی عادی تیار کنیم. خب برای اول چی باید کرد؟ من اوزی با شما طرز ساختن این حجت را گفتم میگذارم. بعدا یک چند پروگرام های هست که با اون کار که همیشه آنها را نمبر میکنم. خب اولین و ساده ترین شما در کامپیوترتون این براوزر داریم، اینترنت اکسپلورر. و فکرم که براوزر در همه کامپیوترهای ویندوز دار هسته. کدام کامپیوتر که ویندوز هسته این برنامه هسته اینترنت اکسپلورر. خب بغرض این ممکن در کامپیوتر شما باشه براوزر یاندکس، موزیلا، خب گوگل، فرق نداره کدام نمودی براوزری که باشه میشه. خب دوم اصول یعنی همین براوزر رو همچون زبان برنامه‌سازی ما کار میکنه. خب بعد از این با ما چی لازم است برای با این سر کار گرفتن؟ با ما لازم است خب یک چند عددهای عادی که ما توانیم یعنی سایت خودمون بسازیم. برای این ما از یک چند اصول استفاده میبریم. همه اونها رو نیکنم یک دو دانش رو با شما گفتم میگذارم. اگر شما ندانید HTML با چی سر کنیم میتونین عادی با همین در جای خالی موشک طرف راست پخش میکنیم. در جای خالی روچی استول یعنی میز کاری طرف راست پخش میکنیم. لوحه پیدا شد یعنی سازداد. ما در اینجا نگاه کنیم چند چی داریم. خب داکومنت مایکروسافت وارد هم کشویم میشود، تکست های داکومنت هم کشویم میشود. من همین تکست های داکومنت هم میگیرم برای که وارد ممکن نه همه کامپیوتر داشته باشن، اما تکست های داکومنت هم همه کامپیوتر رو دارم. من همین چیز است تویش کردیم همین چیزه. خب ما نمیره با یاردمی بلاکنوت تویش میکنیم. برای چی با یاردمی بلاکنوت؟ برای که بلاکنوت همه کامپیوتر رو دارم. نگاه کنیم دو چیز است، وردپد و بلاکنوت. با جای وردپد شما دارد ندارد نمیدونم یکی بلاکنوت در بعضی کامپیوترها نوتپد نویسندگی است. خب من همین چیز قطعی تویش میکنیم. نگاه کنیم این حالا ردکتوری عادی میشود پیدا میشود. من همین ردکتوری عادی همون جایی بگیم نیم جایی که میبینید جایی سایت سازی ما و در اینجا دل خواه کدا را میتونیم نویسونیم برای این سایت ساختن. خب می نویسونیم یعنی این خیلی نشوناچه هایی که شما چقدر که دیدستین میمونیم. اینها چی هستن؟ اینها خب نشانهایی هستن که در HTML بسیار استفاده میبرن. یعنی همه کد هایی که ما می نویسونیم در داخل خود همین نشاناچه ها نویسونده میشود. کدام نمودی کدی HTML که نباشه. خب در اینجا با زبان انگلیسی خودش ما می نویسونیم HTML یعنی HTML ما با اون معنی که نمی حجت HTML های پایان میخواندیم. خب نه در اینجا بنویسونیم سندی آغاز HTML تا که برای شما فهم شود. زبان تاجیکی میکنیم تگی سندی آغازی. خب HTML تگ چیه خودش؟ تگ همون چیزی هست که این هم در داخل همین دو علامت های خورد کلان ما جای میکنیم همین نشانه HTML.
خب تگی سند آغازی HTML ایره نویسندیم همین همه تگ HTML بعد قسم عادتاً جدا میکنن یکمین سرلوحه چخیلی که یعنی ما در بالا میبینیم پرافکا ویدیو دیگر سو دیوماش بدن یعنی اینجایی که ما نویسنده استودیم یک عموما گفته بگیم من اکسپلورر رو کشویم در اینجا بود ساده‌تر کرده فهمونیم آسان میشه خب اوزی کامپیوتر من که با اینترنت پیوست نیست این چیزا رو نشون میده گوش کنید خب چیزی که با ما در کار است سرلوحه گفتیم در داخل همین ها نویسنده میشه در اینجا جایی که نامی سایتی که میبروید نامی سامونه که اینجا سرلوحه در داخل میشه یعنی قسمایی که دیگریش دسته اینها داخل میشه با خب میگیریم بدن سند خب کی باشه ما در یک بار با بدن سند آغاز میکنیم برای که فهمو شود وقتی همون کمترمون فهموندن کمتر وقت میگیره خب در اینجا زبان انگلیسی میگردونیم مینویسونیم بودی تگی بودی باشد این خب مینویسونیم که بدن سند یا چیزا نگفته نموند همین چیزی را که ما در داخلی بودی می نویسونیم همون را در نمی HTML من یعنی براوزری که ما داریم در همون نشون میدهد یعنی در اینجا چیزی که نمی تگی بدن سند که نویسونیم اگر از ما حجت خود را با کار داریم در اینجا طرز کارش هم میفهمونیم نشون میدهد وقتی که اینها را ما کشودیم ما باید اینها را چکار کنیم محکم کنیم طرز محکم کنیم با همین گونه مانندی کمی دارد خب میپوشیم خب کمتر چسبان انا اکنون ایناش رو میگیریم کپی رواد میکنیم خب با شما مصلحت میدیم که دستکی نویسونیم تو روی با جای کپی با شما مصلحت میدیم دستکی نویسونیم با جای کپی کردن خب چی موندیم در اینجا ما یک علامتی دیگر موندیم یعنی یک خطی کج دروب بگیم اینها بودن تگی آغاز نیو تگی انجامی همین کاری سند اینها را میگیریم تگی بدن سند در این اشمه نویسیم آغاز در اینش انجام تگی بدن سند آغازی سند اینجا در می نویسیم انجام HTML با بین هر یک اینها مجرد پرتیم خب خلاص گپ این قطعی ما دل خواه سند HTML رو میکشویم این قطعی بدن سند چخل که در آن رو نشان دادم نویسنده میشد ایناش میشد تگی بودی انجامی همین بدن انا ایناش میشد ما میگیم که حجت HTML ما با آخر رسید و آن را ما میتونیم که دیگر دوام نداره بعد از این تگ HTML ما دیگر یکون چیز نباید نویسونیم آخران هم باید بسته در بالا حتما یکون باید HTML بسته خب فایل هوی میکنیم با بالا پخش میکنیم ساخرانید اینجا ما ساخرانید کک رو انتخاب میکنیم چخل که میبینیم رباچ اینستال پیدا میشوه همین حجتمون خب در اینجا چیزی که داریم نشون میتن خب وقتی که نشون داد در اینجا ما می نویسیم مثال ایندکس با زبان انگلیسی می نویسیم ایندکس برای که ایندکس سرشایی تمام حجت های HTML است در سایت سازی از ایندکس بسیار تری
номи файлро индекс мемонанд. خب واسه فایل رو ما پخش میکنیم. در اینجا نویسندیم نقطه html می‌نویسیم. نگاه کنیم index نقطه html. در اینجا واسه فایل رو انتخاب میکنیم. خب بعدا تکمه‌های ساختن تا پخش ثبت نمیشه. ما میگیم بله حجت ما لکه ثبت شد. نگاه کنیم در قسم بالایی من که یک براوزر دارم یعنی همین اکسپلورر است. برای همین نشون داد میگه که حجت چیست. اینو کشیم. ما اینو میکشیم. نگاه کنیم در اینجا علاقه اومد تگ سند آغاز HTML، تگ بدن سند آغاز HTML، بدن سند تگ سند انجام HTML، حرفای غیرمون نیست پریدگی هم. خب من همینجا که شما فهمیده باشین علاقه این یک سایت عادی یک بود با یعنی سند عادی HTML بود. تا درس‌های دیگر سربلند خانه آباد باشد. این بود درس یکم درباره سند HTML. درس‌های دیگر با ساده‌تر و بسیارتر این حرف‌ها را با درست ببرم دیگر علامت‌ها را با شما می‌فهمونم. خب استفاده بسیار خوب که خانه آباد باشد.